فیلرکاری قلتک چسب سینگل بی فلوت که متاسفانه خیلی از همکارا این اشتباه میکنن، توی یه نقطه فیلر میکنن ولی مسیر حرکتیشو چک نمیکنن. دوباره توی یه نقطه دوتا گریز به هم میرسه، فیلر میشه، بعد دوستان فکر میکنن که دیگه این فیلر شده، در صورتی که اگه مسیر حرکتیشو چک نکنی زمان کم و زیاد کردن فشار یه طرف باز میشه یه طرف بسته میشه، برخلاف هم. اینو دوستان اگه توجه کنن خیلی از مشکلات خط ورق سازی و کارتون سازی برطرف میشه. چیز ساده ایه ولی خب متاسفانه دوستان خیلی توجه به این موضوع ندارن.